100 سال پیش کجا بودی؟ 100 سال دیگه کجایی؟ ما مسافر این دنیایی، ما همسفر یک دیگه. تو این دنیا اومدیم که شخصیتمون رو بسازیم. خیلی ها میگن آدم از این دنیا که میخواد بره هیچی با خودش نمیبره، اما این کاملا اشتباه. انسان بزرگترین، گرانبهاترین و ارزشمندترین چیزی که برای اون تو این دنیا اومده با خودش میبره. اصلا اومده که اونو بسازه، اون شخصیتشه. آدم با خود شخصیتش میبره. اگه مهندس از دنیا بری مهندس، اگه حافظ از دنیا و هم حافظه، تو با کارت، با تلاشت، با موفقیتت میتونی شخصیت رو کامل کنی. پس حرکت کن، شروع کن، فقط شروع کن. کار خودش راهشو به تو نشون میده، فقط کافیه شروع کنی.